سلام بچه ها، بهروز هستم از کانال ایده پرداز. به کانال ما خوش اومدید. امروز یه چالش داریم، میخوایم بریم سایت دیجیکالا ببینیم چه محصول میتونیم بسازیم. خیلی هم عالی. الان میریم تو سایت دیجیکالا ببینیم چه محصول میتونیم بسازیم. جدی میفرمایی؟ خب نظرتون چیه بریم دنبال جعبه‌ای پذیره؟ یه جعبه پذیره سرچ کنیم ببینیم چه جعبه‌ای میاره. خب اینجا جعبه‌های زیادی است. بچه اولین محصولی که انتخاب کردیم جعبه پذیره مدل نگاران، کدش 02. بچه محصولی که میبینید جنسش به نظر MDF، روش هم یه تیکه ترق یا پلکسی کار شده و به نظرم میرسه که ضخامت ورقاش هم کم باشه. فکر کنم الان کمترین ضخامتی که هست ضخامت 3 میله. ابعادش هم اینجا زده 24 در 15 در 5. حالا با وزنش هم که کار نداریم، جنسش هم که همونجوری فکر میکردم MDF. بچه ها واسه ساختن چنین محصولی قبلش باید حتما طراحی بشه کار. ما هم این کار رو طراحی میکنیم چون طراحی زمان بره، حداقل 3-4 ساعت زمان میبره. حوصلتون سر میره اگه بخوایم کل طراحی بزنیم. یه مقدار طراحی میذاریم که روش ساخت کار رو ببینید. A few moments later. بچه بالاخره طراحی تموم شد. این جعبه‌ایه که قرار ما بسازیمش. همونجوری که مشاهده میکنید این داخلشه، پایین کاره، اینجا جای مقسماشه و دیواره هاشه، درشه، این هم طرحی که روی در میخوره و بینش هم یه دونه پلکسی هم میخوره. ما یه پلکسی میزنیم چون توی کارم همینجوری بود. یه نکته بگم بچه ها، واسه اینکه کار دقیق‌تر بتونیم کار دقیق‌تر جمع کنیم، ما روی کارا نرمادگی ایجاد میکنیم که کار قشنگ تر و تمیزتر انجام بشه، دقیق‌تر انجام بشه. اون موقع مونتاژ هم مونتاژکار اذیت نشه. دستگاه رو روشن کردیم و الان میخوایم طرحی که کشیدیم و باش چیز کنیم، بیایم کارو بسازیم. متریالی که لازمه واسه ساخت این جعبه استفاده کنیم MDF هست. خب MDF وانچای تایلندی، ضخامتش 3 میله، همونطور که میبینید 2 تا رو داره. خب الان ورق انداختیم داخل دستگاه. حالا وقتشه که طرح رو بفرستیم دستگاه این کار رو برش بده. خب جایی که دستگاه میخواد برش بده رو دستگاه خودش شناسایی میکنه. فن دستگاه رو روشن میکنیم. چون وقتی برش انجام میشه یه دودی داره دستگاه، این فنه حتما باید روشن باشه که دودو بکشه بیرون. A few moments later. این کف کارمونه، اینا در کاره، اینا هم دور کاره و اینا هم داخل کاره، مقسمای کارمون. خب الان یه قسمت از برشون بیشتر نمونده، باید بریم پلکسیمون رو برش بزنیم. رو درش یه تیکه حالت شیشه مانند داشت، اون یه جور تلقه، بهش میگن پلکسی. خب
ما همون پلکسی رو برش میدیم میذاریم رو کار قشنگ‌تر بشه. من الان تر رو فرستادم داخل دستگاه، میخوایم الان برش بدیم. پلکسیمون رو برش دادیم، همونجوری که میبینید خب روش 2 تا تیکه پلاستیک داره. خب این پلاستیک ها رو گذاشتم موقعی که مثلا میخوای برش بدیم کثیف نشه روش. اینه که بده. بچه ها قبل از اینکه کارو مونتاژ کنم اگر از این کار خوشتون اومده لایک هم کنید، بعد این کانال رو به دوستانتون معرفی کنید، سابسکرایب کنید، از ما حمایت کنید، تو کامنت ها هم بنویسید که چه محصولی دوست دارید واسهتون بسازیم. بچه ها قبل اینکه کار رو بخوایم مونتاژ بکنیم خب همونجوری که بهتون گفتم وقتی با لیزر شما برش میدید یه دوده هایی روی کار میشینه. خب اولین کاری که باید بکنیم باید قشنگ تمیز کنیم. میخوایم کف کار رو بسازیم بچه ها. اول اضافه هاشو در میاریم، وقتی برش میزنه یه سری ضایعات میمونه، اونو باید داخل کار در بیاریم. دور کار رو میخوایم بزنیم، باز اینم مثل همون چسب میزنیم. خب جلو عقب کار رو بچه ها چسبوندیم، میمونه بغله کار. بغله کار هم همون جوریه، فقط باید اینجاها هم چسب بزنیم. این هم نگاه کنید چون جلوی کاره باید تمیز کنیم دیگه، چون پشتش چسبیده میشه به این کار دیگه نیاز نیستش. خب ما جلوی کار چسب میزنیم، پشت کارم چسبوندم بچه ها. جن خورشید پشتش به ماست. خب الان میمونه چی بغله کار. وقتشه که مقسماشو جا بزنیم. همونجوری که میبینید خب 2 تا مقسم بزرگ داره، 2 تا مقسم کوچیک داره. تو مقسمام نرم مادگی ما استفاده کردیم بر اساس طرحی که خود طراحی کرده، ما هم عین همون ساختیم. جدی میفرمایی؟ کف کارمون ساخته شد. نگاه کنید این یه جعبه‌ای که 5 تا جا داره که توی این 5 تا جا میتونید محصولات مختلف بذارید. اون دیگه سلیقه‌ایه دیگه، من نمیتونم بگم، هر کی یه سلیقه خاص خودشه داره. پس کف کارو ما ساختیم. خب این در کارمونه. خب بیس در اینه، یعنی دور کار، کلافه کار دور این کار چیز میشه، چی میگن، چسبیده میشه. خب چسبمونه میزنیم. خب بچه ها اینجا هم جا زدیم. دست شما درد خب پشت کارم میچسبونیم. جن خورشید پشتش به ماست. 2 تیکه از کارم مونده. یه دونه این پلکسی مونده که روی در باید بچسبونیم، یه دونه هم این طرحه میمونه که روی این کار قرار بگیره. بچه ها میبینید دیگه چقدر تمیز و شفافه. اگه این مشنبا روش نبود اصلا کار کثیف بود. اینجاست که این گیره ها به دردمون میخوره. البته گیره های ما انقدر استفاده شده متاسفانه خیلی کج کله شده. دور کار رو چسب میزنی. بچه ها این کار مهمترین قسمت مونتاژ کاره. خب گذاشتیم روی کار. بچه گیرا اینجا به دردمون میخوره، میزنیم کنج کار که کار قشنگ میزون باشه، کج و کله نچسته. خب وقت چسبوندنه روی کار، روی درب کار. این جعبه نهایی ماست. چقدر هم قشنگ شد، خیلی خوشم اومد. که خود از خودمون تعریف کنیم، خیلی تمیز مونتاژ کردیم. خب کارو ما چسبوندیم. حالا وقت دست بستن قفل لولا فلزیه.
خوشبختانه من از اون قفلی که این دوست تولید کنندمون که توی دیجیکالا گذاشته این کارو، از اون قفل لولا من دارم. Day 2. بچه ویدیومون یه کات زدیم، من برم وسایلمو بیارم چون اینجا نداشتیم. این پیچ برقی مونه. خفه شو بابا. یه سری هم پیچ و دولا پیدا کردم، خوشبختانه بود. خب بعد الان لولای کار قراره ببندیم. خب از این پیچ هایی که داریم کوچکترینش انتخاب میکنیم، چون لولای کار نیاز نیست پیچ بلند ببندیم، واسه قفله که به خاطر ضخامتی که این داره، کار قفل داره، پیچ ضخامت بیشتر ببندیم بهتره. خب اولین پیچمون رو بستیم. ببینید نگاه کنید، جای پیچ ها با برش لیزری در اومده. خب شما راحت میتونید اگه درست طراحی بشه، کار دقیق انجام بشه، دیگه نیاز نیست که با پیشگوشتی میگم با دریل چیزی بریم سوراخ کنیم. این قفلمونه، قفل کندولی میگم بچه ها به این. وقت بستن قفل کاره. جعبه ما ساخته شد. درود به مرامت، درود به عظمتت، درود به هم بزرگیت، به جسارتت، به شجاعتت. همونطور که مشاهده میکنید خیلی تاثیرگذار. از این چالش ها زیاد میذاریم بچه ها، سعی میکنیم تو سایت های مختلف بریم، هم سایت های ایرانی هم سایت های خارجی، کاراشون رو ببینیم و بر اساس اون بسازیم که شما هم ببینید که مراحل ساخت این کارا چطوریه. انشالله که خوشتون اومده باشه و اگه زحمتی نیست حتما لایکمون کنید، این کانال رو به دوستانتون معرفی کنید و نظرتون در مورد این محصولاتمون توی واسمون نظر بذارید، واسمون تو کامنت ها بهمون بگید که چه محصولاتی دوست دارید واسهتون بسازیم.